نام خدا و سلام. من ابوالفضل هستم. سومین قسمت از سگانه چرا با اسرائیل دشمن هستیم رو در خدمت شما هستم. قسمت اول یک داستان خردورزانه با هدف اینکه همه مخصوصا جوان‌ها باشه ارتباط بگیرن رو گفتم. قسمت دوم چرایی اینجوری بودن یهودی ها رو گفتم اونا خودشون رو فرزندان خدا میدونن، اونا خودشون رو قوم برگزیدیم یا چوزن پیپل، ما خدا عاشق ماست، چه میگم این حرفا. و طبق اون طوری موجودات زنده رو به دو دسته تقسیم میکنن، کسایی که به ما خدمت میکنن و کسایی که خدمت نمیکنن. اونا که خدمت نمیکنن رو باید کشت، از جمله خیلی از این بچه‌هایی که سرسایشون در این پارک میاد، همونطور که خیلی بچه‌های دیگر رو هم با قساوت قلب و بدون هیچ حسی به خاک و خون میکشن. اما اینجا قسمت سومه. اول ببینید آخر سر من یک موضوع مهمی رو باز میکنم که جای دیگه حداقل من نشیدم این موضوع رو. اما تا قبل از اینکه اونجا برسیم یه سری دلایل دیگر رو بهتون میگم که چرا با اسرائیل دشمن هستیم. ببینید اسرائیلی‌ها خودشون رو صاحب تمدن بزرگ میدونن. یعنی چطور مثلا ما آیه قرآن داریم بر این اعتقاد هستیم که ما مسلمونا خداوند اراده کرده به آل ابراهیم ملک و کتاب و حکمت و ملک عظیم بده. اونا میگن نه، آل ابراهیم منظور ما بنی اسرائیل منظور هستن، یعنی ما یهودی ها. ملک عظیم هم صاحبش ماییم. پس هر کسی دیگه که صاحب تمدن باشه رو باید زد ترکوند. اولین تمدن بشری رو کی بنا نهاد؟ امپراتوری بشری، شاهنشاه کوروش کبیر. پس از این نظر با ایرانی ها دشمنن، چون ما صاحب تمدن و امپراتوری هستیم. ما سویه ها خوی امپراتوری داریم، خوی تمدنی داریم. گزینه دومین دلیل که با شیعیان مشکل دارن. چرا؟ چون شیعیان در اصل با مسلمون ها مشکل دارن. مسلمون ها طبق کتاب مقدسشون به ذبیح اسماعیل هستش نه اسحاق، پس این میشه مشکل. اونا داستانه خودش رو داره، میگن مادر اسحاق آزاده بوده، مادر اسماعیل برده بوده، بعدش یه چیزایی که جای دیگه هم میتونید گیر بیارید. سومین قسمت این که با شیعه مشکل دارن. من قبلا هم این حرفو جاهای دیگه به کسای دیگه گفتم اینها هر چقدر که ما خودمون رو قبول داریم، اونا 3-4 برابر یهودی‌ها بیشتر از ما خود ما رو قبول دارن. اینن که طبق شیعه اولا پیغمبر امیرالمومنین علی رو وصی خودش قرار داده. دومندش که طبق شیعه اون کسی که مهدی که میاد از نسل بنی اسماعیل و اون هستش که بساط ظلم رو توی دنیا جمع میکنه. پس با شیعه هم مشکل دارن. و بازم تو اون قسمت قبلم گفتم در خیبر امیرالمومنین چند چه میدونم کارهایی که کردن زیاده. خود شمر 100% نسبش یهودی بوده. خیلی چیزایی قرص و عرصی وجود داره که بنی امیه از یهود بودن. اینا رو بذاریم کنار، میریم تو دنیای امروز. ببینید ما ایرانی ها، اینم باز کوتاه میگم چون باز اون قسمت اصلی نیستش، ما ایرانی ها یک کشوری هستیم که هیچ وقت میانه نبودیم. یعنی یا بدبخت بودیم یا خیلی ابرقدرت بودیم. هر وقت هم میانه شدیم یا سری خورده تو سرمون رفتیم پایین یا سری پله کردیم اومدیم بالا. اما مثلا شما ترکیه رو ببینید الان میانه است، یا مثلا عربستان، حجاز همیشه میانه بوده. ما هیچ وقت یک کشور میانه نبودیم. الان مثلا اقتصادمون ترکیده. من الان اینو ساعت 403 دارم ضبط میکنم. اقتصادمون ترکیده، فرهنگمون به شدت گسل‌های فرهنگی داریم، ولی از نظر نظامی امنیت قوی هستیم. یعنی یک کشور میانه، یا پله میکنیم میریم بالا یا میای خورد تو سرمون، اون دوتا هم از ما میگیرن و دوباره میریم تو هم بدبختی که توش دست پا میزدیم. یکی از بهترین راه‌ها ما باید برای اینکه بیایم بالا باید کنترل نظم منطقه رو به دست بگیریم. اسرائیل میخ کردی استعمار، میخ کردی بلوک غرب در جان غرب آسیاست. یعنی اسرائیل به وجود اومده تا نذاره حجاز بشه، عربستان بشه تمدن حجاز، ترکیه بشه تمدن عثمانی، ایران بشه تمدن هخامنشی. پس از اون نظر با اسرائیل مشکل داریم. دو اینکه ایران کشوری هستش که هر کجا، یعنی اولین باری که اسرائیلی‌ها توش شکست خوردن
یه بار روز عاشورا بود که تو لبنان می‌خواست یه جا دسته عزاداری لبنانی‌ها داشت رد می‌شده، اسرائیلی‌ها می‌خواستن کاروانش رو رد کنن، اینا قاطی می‌کنن با سنگ و چوب می‌افتن به جون کاروان اسرائیلی، اینا در میرن. از همونجا هر کجا که شکست خورده، از جون شیعیانی شکست خورده تو این 50 از 70 سال چیزش که با ایران ارتباط داشتن. پس برای اینکه از طرف دیگه اسرائیل برای اینکه موندگار بشه مجبور کشورهای منطقه رو خورد بکنه، آسیاب بکنه تا لقمه‌های کوچک و راحت الحلقومی باشن. ایران یک کشور قدرتمندیه که بیشتر از همه بهش زهر زده. یعنی بهتون گفتم که از اونجا شروع شد، الان داشتم بعدش تاریخ زیاده خیلی نمیخوام سرشون. یعنی از اون طرف اونا هم با ما دشمنن، هم به خاطر مذهبمون، هم به خاطر امپراتوریمون، همین که قوی ترین امپراتوری داشتیم بین عثمانی و حجاز و خوی امپراتوری داریم، همین که بیشتر از همه تونستیم بهشون زخم بزنیم و صد تا دلیل دیگه. اما حرف من چیز دیگه. حضرت آقا آیت الله خامنه‌ای به سری مثلا میبینم تو فضای مجازی اونا همش دارن شاه میکنن. نه خیر، شاه نمود. در سرزمین شاهان شاه هرگز نمیمیرد. موضوع باید در دیوار شهر بنویسیم. در سرزمین شاهان شاه هرگز نمیمیرد. حضرت آقا آیت الله خامنه‌ای رهبر بزرگ، عزیز و حکیم جمهوری اسلامی یک راهبرد کلانی رو در مورد اسرائیل بنا کردن. راهبردشون اینه: هر فلسطینی یک رأی، جدا از این که طرف عرب باشه، دروزی باشه، چه میدونم اونجا یه منطقه 1000 ملتیه، ترک نژاد باشه و یا یهودی باشه. ببینید شما قسمت دوم رو گوش کرده باشید و اوایل قسمت اول، مشکل اصلی یهودی‌ها اینه که خودشون رو ژن خوب میدونن، خودشون رو فرزندان خدا میدونن. حالا اگر که شکست نظامی بخورن یا شکست فرهنگی یا هر نوعی، طوری به چالش کشیده بشن که مجبور بشند بیاند پای صندوق رأی و تو عرض موعود که قرار بود موشیه بن دیوید ظهور بکنه اونا رو به رستگاری برسه، همه مردم دنیا رو بکشه، فقط اونا بمونند و خودشون، یا نه به قول اوانجلیستا مسیح دوباره بیاد و این یهودی‌ها برسن به حلال دیگه، یا نه به قول ما مسلمان‌ها حضرت مهدی قراره بیاد با حضرت مسیح. تو عرض موعودشون توی فلسطین مجبور بشن که هر یهودی که میگه ما فرزند خداییم، یهودی که میگه فقط ما خوبیم بقیه یا باید خر ما باشن یا باید بمیرن، هر کدومشون با عرب، با یه دونه از بنی اسماعیل، یا نه با یه دونه دروزی، یا نه اصلا یه کسی که نژادهای عادی که تو منطقه غرب آسیا زیاده، هر فلسطینی یک رأی. وقتی تو تاریخ ثبت بشه که هر کدوم از اینها با یک آدم عادی دیگه، حالا یا میخواد بنی اسماعیل باشه یا نه هر جور دیگه از نسل آدم ابوالبشر، یک رأی، یک سرنوشت برای موندن تازه تو سرزمین موعودشون، نه تو آلمان، نه مثلا تو آمریکای جنوبی، نه تو چین، برای موندن تو سرزمین موعودشون هر کدوم یک رأی داشته باشن، آرمان ما فرزند خداییمشون شکسته میشه. آیا هیتلر اینا رو برداشت کرد تو کوره آدم سوزی شد یا نشد؟ نشد. یا چه میدونم خیلی ها تو ایران مثلا جای دیگه اذیتشون کرد، از سوخت بازی در آوردن دهنشون سرویس کردیم، شد یا نشد؟ نشد، بدتر شد. یا چه میدونم دوباره خودشون رو روی این پدر سوخت بازی رفتن تو انجمنای مخفی موش شدن، نفوذ کردن، اون بر بدتر زدن بیرون. یا الان اوانجلیستای آمریکا خیال میکنن یهودی‌ها ما باید یه سری فرقه‌هاشون هستن میگن ما سگ درگاه یهودی‌ها هم نیستیم، یه سریاشون میگن نه یهودی‌ها باید باشن، اصلا یه خلوچلایی. وقتی آرمان ما فرزند خداییم، ما ژن برتر هستیم، ما چوزن پیپل هستیم بشکنه، این مشکل بزرگ یهودی‌ها میشکنه. یادتونه چی گفتم اگر توی قسمت اول اگر بیورن به اکبرت حمله میکرد، اودین پا بر جا میموند، سوئد میشد مرکز اروپا و اون کاتکات فرضیشون میشدش بهشت دنیای برین. الان اودین یکی از خدایان بزرگ روزگار بود. وقتی اگر این کارو بکنیم خداشون رو شکستیم و نابودشون کردیم. این شیطان مجسمی که تو وجود اینا رسوخ کرده میگه خلقته من نار خلقته من طین، ما ژن برتریم بقیه خر ما باید باشن. وقتی اون شیطان سلاخی بشه با ایده هر فلسطینی یک رأی، مثل اینه که بیورن حمله کرده باشه به اکبرت
قسمت اول رو ببینید، خیلی باحاله. البته کسایی که سریال وایکینگ ها رو دیده باشن بیشتر این قسمت رو دوست دارن. و چیز دومش، قسمت دومش وایکینگ ها والهالا، میدونید یک پلنی این پیرمرد دانا، این خردمند بزرگ عصر ما چیده برای اینها. تو بگو همشون رو بکشیم. خب اونا میگن که اصلا جزو نشانه‌های ظهوره که ما باید هممون یه بزرگی این خلوچل بازی هست تو کتاب مقدسشون میکشن بیرون. حاضرن بمیرن، حاضرن تک تکشون به کثافت و لجن کشیده بشن، حاضرن خودسوزی کنن، خودکشی کنن، اما ایده هر فلسطینی یک رأی رو قبول نکنند، چون تیر خورده به جایی که نباید بخوره. ستون خیمه‌شون به قول عرب ها کشیده شده پایین و دیگه چوزن پیپل نیستن و دیگه ژن خوب نیستن. ببینید دوستان، این ایده حتی اگر من کاری ندارم شما اسرائیل حالت عادی نابود کنی، ایران بتونه اسرائیل رو نابود بکنه، کسی هستش که کنترل نظامی بر غرب آسیا رو به دست آورده، کنترل نظامی، کنترل کریدوری، ثروت و قدرت، تکنولوژی، میشیم ابرقدرت. هیچ کاری با این موضوع ندارم، دممونم گرم و باید این کارو بکنیم. به قول یک از تحلیلگرای ارشد، با توجه به استاد ندیمی رو میگم، تحلیل کاملی داشتند که اگر اسرائیلی هم نبود ما باید اسرائیل رو به وجود می آوردیم، از بینش می بردیم تا بتونیم نظم منطقه رو بعد از هزاران سال دوباره به طور کامل به دست بگیریم و بتونیم یه امپراتوری بسازیم. میتونید سرچ کنید استاد ندیمی، فکر کنم چرا باید اسرائیل، یه چیزی داره تو پیجش بزنید، کنم 6-7 ماه پیش این تحلیل رو ضبط کردن. اصلا اونو بذار کنار، یک مشکل جهانی، یک مشکل تاریخی رو حل کردیم. وقتی بتونی یک مشکل بزرگ رو حل بکنی، میتونی یک دستاورد بزرگ رو به دنیا تحمیل بکنی. اون وقت تو هستی که میتونی بعد از سالها دوباره نظم رو بچینی و بگی که حال میکنم فلان کشور تو بازارهای مالی قوی تر باشه، حال میکنم فلانی از فلانی فلان جنس رو بگیره، حال میکنم فلانی فلان اسلحه رو داشته باشه، چون من بزرگترین مشکل بشری رو حل کردم، بزرگترین مشکلات تاریخ رو. پس من میتونم قانونگذاری کنم، میتونم مشکلات دیگه‌ای به وجود بیارم. پس باید به حرف من گوش کنید و صد تا چیز دیگه. قدرت در اینه، گذشته از دین، گذشته از ایران و ایرانیت، قدرت ساکنین این جغرافیا، قدرت در اصل این ستونی هستش که میتونه پرچم اسلام شیعه رو بکوبه زمین دیگه. مثل تمام، یعنی قشنگ اگر این کار رو بکنیم، اسرائیل رو از بین ببریم، حتی اگر هر فلسطینی یک رأی رو هم نیاریم، میتونیم نصف جمعیت سنی های دنیا رو تبدیل به شیعه میشن، خودشون میان شیعه میشن. و این موضوع چون مرکز تشیع کجاست؟ مثلا تو آتئیست، تو اصلا شیعه رو قبول نداری، خب مرکز تشیع کجاست؟ ایران و متحدینش. قدرت فرهنگی میره سمت ایران. وقتی فرهنگ رفت سمت ایران، حکام ناچار هستند بخشی از قدرتشون رو هم از ایران طلب کنند. پس نظم منطقه هم میفته دست ایران. وقتی که اصلا این جنبشو بذار کنار، وقتی که میخ کردی غرب رو از منطقمون کشیدیم بیرون، غرب در برابر ما تسلیم میشه و برای ادامه دادن مجبور میشه به ما چیزی که میخوایم رو باج بده. ببینید 1001 دلیل موجه میشه آورد برای این، اما محکم ترینش اینه که اون سناریوی قسمت 2 که این به دست سوخته میگن ما ژن خوبیم از بین میره. و چون یک قانون اساسی رو از بین بردی، میتونی یک قانون اساسی بزرگ رو بنویسی. و چون دریچه 100 تو که داشت نشت میکرد و پوشوندی، میتونی برای باز نکردن دوباره این دریچه 100 از بقیه مردم سهم خواهی کنی. قدرت آینده ما در کنف دشمنی با اسرائیل. ببینید کشورهای شما مثلا یه سری میگن چرا ما آیا صادق زیبا کلام الان اینو بشنوید، چرا خودتون رو در دشمنی تعریف کنید؟ خب بلشت، تو انقدر کشورت منابع داره که اگر حالت عادی قوی بشی، قدرت اونها رو تهدید میکنه. پس تو حالت عادی قوی نخواهی شد.
مگر اینکه قدرت رو به چنگ بیاری، همونطور که زمان کوروش به چنگ آوردیم، همونطور که زمان اشکانیان به چنگ آوردیم، همونطور که زمان صفویه به چنگ آوردیم. هیچ وقت قدرت خودش از درون ما رشد نکرده. چون وقتی خواستیم از درون رشد بکنیم از بیرون اومدن زدن تو سرمون، همونطور که زدن تو سر امیرکبیر. هیچ وقت هم قدرت و بیرونی به ما نداده، چون میدونسته که ایران انقدر مملکت خوبی هست که اگر صاحب تکنولوژی بشه، صاحب اقتصاد بشه، صاحب ارتش خوب بشه، 4 روز که برای خودمون شاخ میشه. پس به دستش باید بیاریم و بهترین و آسونترین میانبر دشمنی با اسرائیل هستش. عزت شما زیاد، سرتون سلامت، خدا یار و نگهدارتون. زنده باد ایران و ایرانی.